نویسنده و روزنامه‌نگار معروف تاجیک زاده و ساکن سمرقند اتکم ابراهیم روز 27 دکامبر سال 2022 در سن 66 از عالم چشم پوشید. اهل فرهنگ و ادب در گذشت این مرد روشنفکر را تلفات سنگین و یک مصیبت بزرگ برای عرصه فرهنگ و ادبیات تاجیک و سمرقند و ماوراء هنر عنوان میکنند. اتکم ابراهیم 20 مارس سال 1956 در شهر سمرقند به دنیا آمده است. پس از ختم مکتب میانه رقم 8 شامل فاکولته تاریخ دانشگاه دولتی سمرقند به نام علیشیر نوایی گردیده است. سپس تحصیل را در دانشکده دولتی آموزگاری دوشنبه دوام داده 9 ماه در استودیوی تلویزیون تاجیکستان کار کرده است. بعدا به زادگاهش برگشته مدت کارگر چاپخانه ولایتی بوده است. سالهای 1980 1991 محرر بخش تبلیغات اداره انتشار فیلم تاجیکستان، سردار شعبه تبلیغات اتحادیه ایجادی و استحصالی تاجیک کینو، محرر نوگری‌های اکرم بوده است. او در روزنامه و مجله‌های تاجیکستان و ازبکستان از جمله پیانیر تاجیکستان، حقیقت ازبکستان، تاجیکستان سویتی، کمسمال تاجیکستان، زنان تاجیکستان، خورپشتک، اینچنین زرافشان، سمرقندسکی ویسنیک، آواز سمرقند و غیره به 3 زبان تاجیکی، ازبکی و روسی به تب رسانیدند. ماه ینور سال 1991 وظیفه کاتب مسئول و مدیر شعبه روزنامه آواز سمرقند را بر عهده داشته است. اتکم ابراهیم مؤلف کتاب‌های در مهتاب شب، شام ریگستان، به دنیا یک بار می آیند، مرثیه تیرمو، یادی از بزرگان و غیره می باشد.